به این مراقبه شبانگاهی خوش اومدین. چشماتون رو ببندید، نفسی عمیق بکشید. دم و بازدم رو همراه من انجام بدین. بیایید با هم یک شکرگزاری شبانگاهی آرامش بخش داشته باشیم. فقط کافیه به جملاتی که من در ادامه میگم عمیقاً گوش بدین و اجازه بدین عمیقاً وارد ذهن و قلبتون بشن. خدایا شکرت که زندگیم رو در هر زمینه‌ای پر از فراوانی کرده ای. خدایا شکرت که این ماه از هر طرف ثروت به سمت من میاد. خدایا شکرت که زندگیم لبریز از ثروته، ثروت پول، ثروت عشق، ثروت آرامش و ثروت سلامتی. خدایا شکرت بابت اینکه در مسیر خودسازی هستم. خدایا شکرت که هر چیزی که آرزو دارم و جذب می کنم. خدایا شکرت که پول به راحتی و بدون زحمت به من میرسه. خدایا شکرت که قدرت تجلی ثروت و فراوانی رو درونم قرار دادی. خدایا شکرت که همه چیزهای خوب رو به زندگی من سرازیر می کنی. خدایا شکرت که همه تلاش هام نتیجه میده. خدایا شکرت به خاطر بزرگتر شدن ظرف وجودیم. خدایا شکرت که عشق و حال خوب رو در زندگیم قرار دادی. خدایا شکرت که هر آنچه از بهترین هاست به زندگیم وارد میشه. این ماه همون ماهیه که سالها منتظر اومدنش بودم. اکنون آرامشی عمیق در وجودت
اجازه بده این حس قدردانی تمام وجودت رو پر کنه. همینطور که در این آرامش هستید به خواب عمیق و امن فرو روید.